سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان نازنین. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه. بچه‌ها بعد از چند ماه اومدم نشستم پای سیستم. امروزم رو میخوام ترید بزنم و با شما به اشتراک بذارم. دوستانی که تازه با ما آشنا شدن، من سام هستم و توی کانالمون در مورد استراتژی های فارکس صحبت میکنیم. همیشه سعی میکنیم تکمیل به شما یه چیزی رو ارائه بدیم و نمونه ترید هاشو بزنیم تا شما کاملا توجیه بشیم. ما بچه‌ها ویدیوهامون یعنی اگه قرار باشه یه استراتژی و یه سبکی رو یاد بدیم توی یه دقیقه نیست، در واقع توی چند قسمت به صورت تکمیل به شما آموزش میدیم. میتونید ویدیوها رو کامل ببینید. یه دوره بسیار بسیار مناسب توی کانالمون داریم به نام دوره سوینگ ها که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه و دید شما رو توی تریداتون بهتر بکنه. دیگه وقت رو تلف نمی کنم بچه ها، دیگه کم کم باید بریم روی چارت. من سبکی که استفاده میکنم والیوم تریدینگ هستش. از در واقع اوردر بوک ام بی او استفاده میکنم، از فوت پرینت استفاده میکنم و خدمتتون عرض بکنم از کومولیتیو استفاده میکنم و بچه ها تجمیعی از اینها رو کنار هم دیگه قرار میدم تا بتونم به یک سبک درستی برسم. میتونید ویدیوها رو تماشا بکنید. هر چیزی که من دارم توی صفحه مانیتورم میبینم الانم شما خیلی راحت میتونید ببینید. با من همراه باشین تا اگر موقعیت مناسبی بده بتونیم دیگه ترید بکنیم. من چارتمو دیگه کم کم میچینم و دیگه صبر میکنم تا منتظر موقعیت. با من همراه باشی. درود بچه، من وارد پوزیشن سل شدم. خدمتتون عرض کنم که ببینیم نتیجه این معامله چی میشه. اگر بگم برای چی وارد شدم، همونطوری که دارید میبینید خب قیمت اومده یک کف پایین تری رو زده. احتمال اینکه یک بار دیگه بتونه به سمت اینجا بیاد کاملا زیاده. اما تاییدیه ورودم از کجا بود؟ بسته شدن مارکت رو دیدم و ورود در واقع اگریسیو سلر رو. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. با من همراه باشین. بچه ها یک سیگنال تر و تمیزتر هم دیگه صادر شد. این اگه برگرده تا این نواحی من یه سل دیگه میرم ازش. اگه بر نگرده که میره با همین تک پوزیشن میره. اگر میگم یه برگشتی به ما بده یه لطف بزرگی به ما کرده. با من همراه باشید. بچه وارد پوزیشن بعدی شدم. استاپ این دقیقا اینجا قرار داره. استاپ اینم برمیدارم میذارم روش و خدمتتون عرض بکنم ببینیم چه اتفاقی میافته. بسیار عالیه پوزیشن. خب بچه پوزیشن اول به تیپی خود مجبوریم که اینو دیگه ریسک کنیم دیگه. یه دونه یک به دو ازش گرفتیم دیگه. ببینیم پوزیشن دوم هم میخوره یا نه، چون اگه بخواد اینجا برگرده واقعا ارزششو نداره. دوستم ندارم که دستی ببندم. با ببینیم چه اتفاقی میفته. هم قدرت اینو داره که بخواد برگرده، هم قدرت اینو داره که بتونه بریزه. یه مقدار شرایط خاصه، بهتره که ریسپیری باشیم. به امید خدا که میزنه. فعلا یه دونه، یعنی هر پوزیشن 25 صدم درصد بود، الان نیم درصد توی سود هستیم. این هم اگه در واقع بزنه تیپی ما رو میشه 1% کلا. همراه من باشین تا ببینیم چه. بچه من آوردم دیگه در واقع
تریل کردم به سمت پایین. خب خوشبختانه زد دیگه. با ما همراه باشین. فعلا 2 تا نیم درصد، 2 تا 1 به 2 گرفتیم تا ببینیم که ادامه کار به چه صورت میشه. فکر میکنم نهایتا یه ترید دیگه بیشتر نداشته باشم. با ما همراه باشین. خب بچه ها، خدمتتون عرض بکنم که مهمون اومد برام. فکر نکنم که دیگه بتونم ترید بکنم، ولی کاری که امروز انجام دادیم این بود که 2 تا نیم درصد موفق شدیم بگیریم. هر معامله 25 درصد گذاشتیم. یه دونه در واقع توی این نقطه بود که به این صورت اتفاق افتاد. یه دونه هم در واقع فکر میکنم که توی این نواحی ها بود که موفق شدیم گرفتیم. خیلی ممنون که همراه من بودی. تا فردا، خدا نگهدار.